در این رابطه بیشتر صحبت می‌کنیم با عبدالنصیر رشتیا، رئیس اجرایوی اتحادیه ذوب آهن که در استودیو ما حضور دارند. آقای رشتیا، سلام به شما، خوش آمدین به بحث. گزارش دیدیم ترکمنستان 150,000 تن سیخ گل افغانستان در سال 2025 میلادی خریداری میکنه. میخوایم بحث این گونه آغاز بکنم که ترکمنستان چرا تصمیم به خرید 150,000 تن سیخ گل آهن از افغانستان تصمیم به این کار گرفته؟ بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما و تماما بینندگان عزیز تلویزیون شما. از اونجایی که شما میفهمین به سعی و تلاش وزارت محترم صنعت و تجارت و برگزاری نمایشگاهی که ما در کشورهای آسیای میانه داشتیم، خصوصا در ترکمنستان سال قبل، و ما اونجا در حدود 5 غرفه از فابریکات فولاد افغانستان داشتیم و اونجا حضور داشتن و محصولات و تولیدات خود به نمایش گذاشتند. از اونجایی که تولیدات فولاد افغانستان و یا صنایع فولاد افغانستان در مجموع از 2 سال قبل به این طرف حرکت کردن، به طرف استاندارد شدن و معیاری شدن و مطابق به استانداردهای دنیا ASTM 615 تولیدات خود عیار کردن. به او لحاظ بود که ترکمن ها زمانی که از محصولات و تولیدات داخلی افغانستان و خصوصا از غرفجات محصولات تولیدی صنایع افغانستان از صنعت افغانستان اونا دیدن کردن و بعد از تست کیفیت اونا به نتیجه رسیدن که سیخ تولیدی افغانستان نظر به سایر کشورهای منطقه از استاندارد و معیاری بودن خوبی برخوردار است و مطابق به معیارهای دنیا که ASTM 615 است تولید میکنن. به اون لحاظ بود که اینا تصمیم گرفتن که سیخ با کیفیت و سیخ معیاری و استاندارد استفاده بکنن. قبلا اونا سیخ خود یا سیخ مورد نیاز خود از یکی از کشورهای همسایه ما وارد میکنن. زمانی که مقایسه سیخ داخلی افغانستان با کشورهای منطقه صورت گرفت، خوشبختانه که سیخ افغانستان اونمو معیارات و استانداردهای دنیا را داشت که ترکمن‌ها علاقمندی پیدا کردن تا من بعد با فابریکات فولاد افغانستان کار بکنن و با کوشش و سعی تلاش که از طرف رهبری وزارت محترم صنعت و تجارت صورت گرفت، ما قادر به شدیم که عقد قرارداد 150,000 سیخ گل با ترکمنستانی ها داشته باشیم. درست. تنها ترکمنستان علاقمند خرید این سیخ گل است یا نه کشورهای دیگه هم هستند؟ فوق العاده تقاضا به خاطر خرید سیخ گل، گادر و انگلارن، تیایرن و چینل افغانستان در کشورهای منطقه خیلی بلند هست. اما ما چون در حالتهای ابتدایی قرار داریم، ما تونستیم که در 3 سال پسین بعد از اینکه تحول سیاسی در افغانستان ایجاد شد و 50% فابریکات ما که در جمهوریت متوقف شده بود بنابر عوامل مختلف، از جمله فسادی که در گمرکات وجود داشت و قاچاق مواد خام ما که به بیرون از کشور میشد، بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان آمد و اینمی دو مشکل ما که اصلاحات در گمرکات آمد و فساد از بین رفت و همچنان قاچاقی که مواد خام که از افغانستان به بیرون از کشور میشد جلوی از گرفته شد، 50% فابریکات دیگه ما هم خوشبختانه تونستن دوباره فعال شوند. بر علاوه از او 5 فابریکه جدیدی که در افغانستان دوباره سرمایه گذاری کردن، ما تونستیم که در این مدت 3 سال تمام نیازمندی های مارکت افغانستان خود ما رفع بکنیم، مرفوع بسازیم. چون قبلا ما الی 1 میلیارد دلار سالانه واردات داشتیم، سیخ گل، گادر و از این قبیل فلزات. اما در طی 3 سال خوشبختانه که ما هیچ نوع واردات از بیرون از کشور نداشتیم و ما تونستیم که نیازمندی های مارکت افغانستان خود ما حل بکنیم. در پال ازو مازادی که وجود داشت، خوشبختانه که سال قبل ما تونستیم که بیشتر از 1 لک تن سیخ گل به پاکستان صادر بکنیم و 150,000 تن تازه با ترکمنستان قرارداد بکنیم. اگرچه خیلی کشورها علاقمند هستند که با افغانستان کار بکنن و سیخ افغانستان بخرن، اما بنابر محدودیت ها و یک سلسله مشکلات که وجود داره و در پل از تقاضای خیلی زیادی که در افغانستان وجود داره، چون در افغانستان خوشبختانه بعد از تحول آمدن امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان بیشتر کارهای بازسازی و پروژه انکشافی حرکت کرد. به اون لحاظ بود که ما بیشتر مصروف در داخل شدیم و کمتر توجه کردیم به صادرات. در صورتی که امارات اسلامی افغانستان یکی از معادن آهن به شکل تخصصی در اختیار ما قرار بده، ما میتونیم که صادرات خود افزایش بدیم. از این بگوین به ما چند فابریکه ذوب آهن در حال حاضر در افغانستان وجود داره و به چی زیاد مردم در اینجا مصروف کار هستند؟ خوشبختانه بیشتر از 42 فابریکه در افغانستان در تولید ذوب یا در تولید فلزات در افغانستان فعالیت دارند که در مزار شریف، قندهار، هرات،
کابل و مزار شریف اینا در جلال آباد موقعیت دارند و بیشتر از 500 میلیون دلار ما در این سکتور سرمایه گذاری کردیم و تعداد 20,000 نفر به شکل مستقیم با ما مصروف کار هستند و در حدود 50,000 نفر به شکل غیر مستقیم در این سکتور مصروف کار هستند. درست. در رابطه با مواد خامش بر ما بگوین که مواد خامش از کجا تهیه میشه؟ خوشبختانه باز هم که سکتور فولاد افغانستان اولین سکتور است در افغانستان که تماما مواد خام خود از داخل خود کشور تهیه میکنن، اما این مواد نمیتونه که کفایت بکنه به طویل المدت، چون ممکن تا 1 یا 2 سال دیگر ما بتونیم از داغمه و یا آهنالات کهنه در داخل کشور استفاده بکنیم، اما تا 2 سال بعد ما ممکن با کمبود مواد خام مواجه هستیم. اگر امروز ما اقدام بکنیم و اگر امروز ما را حکومت حمایت بکنه، قسمی که در 3 سال گذشته کردن، با ما یکی از معادن به شکل اختصاصی در اختیار ما قرار بدن که ما بریم به طرف استخراج معادن بدن، اما میتونیم که زمین کار بیشتر ایجاد بکنیم، هم میتونیم صادرات خود افزایش بدیم و هم میتونیم کمک شیم به رشد اقتصادی مملکت. درست. در رابطه با رشد اقتصادی اگر بیشتر صحبت بکنیم که افزایش صادرات سیخ گل افغانستان به کشورهای بیرون از افغانستان چه تاثیراتی بر اقتصاد افغانستان میتونه داشته باشه از دید شما؟ فوق العاده. ببینید افغانستان هنوز هم متکی به واردات است و افغانستان مطلقاً یک کشور مصرفی است. طی 3 سال که گذشت خوشبختانه که 350 فابریکه جدید در افغانستان احداث شد و در مجموع ما میتونیم ادعا بکنیم که بیشتر از 6500 فابریکه در افغانستان وجود داره و در 144 ممکن یا کم و بیش ما به خودکفایی رسیدیم. حالا هر از گاهی که ما جلو واردات میگیریم و متکی به تولید داخلی خود میشیم، به اون پیمانه ما میتونیم که جلوگیری از خروج ارز بکنیم. ببینید ما در جمهوریت 1 میلیارد دلار سالانه واردات داشتیم در بحث سیخ گل و گادر و انگلارن و این مسائل، یعنی 1 میلیارد دلار از اقتصاد شما بیرون میرفت. نه، زمانی که فابریکات ذوب‌آهن فعالیت آغاز کرد، اینمی 1 میلیارد دلار به صفر رسید. اینمی 1 میلیارد دلار فعلا در اقتصاد خود ما در چرخش است و تونست که هم زمینی کار ایجاد بکنه و هم جلوگیری از خروج ارز بکنه و هم بتونیم ما حرکت بکنیم و یا قدم بگذاریم به طرف رشد اقتصادی. بنان هر قدر بیشتر ما در داخل تمرکز ما بالای تولید باشه و سرمایه‌های تجارتی ما تبدیل شه به سرمایه‌های تولیدی، این ما را کمک میکنه که بریم به طرف رشد اقتصادی و همچنان ما را نجات میده از وابستگی بیشتر به واردات. درست. چی فرصت‌هایی به افغانستان میتونه داشته باشه این صادرات؟ خب ببینین، بدون شک افغانستان یک کشور فرصت‌ها است و در سکتورهای مختلف ما ظرفیت کلان جذب سرمایه گذاری داریم. هر از گاهی که ما بتانیم به بیرون از کشور صادرات خود افزایش بدهیم و تراز تجارتی خود حداقل مساوی بسازیم، این میتونه ما را کمک بکنه به طرف رشد اقتصادی و بتونه زمینی کار ایجاد بکنه. ما مزیت‌های خیلی زیادی در تولید در افغانستان داریم. مثلا عمده‌ترین اقلام صادراتی افغانستان محصولات زراعتی تشکیل میده، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی تشکیل میده و علاوه که سکتورهای استراتژیک مانند صنایع فولاد که در دنیا به نام صنایع مادر معروف هستند و همچنان افغانستان خوشبختانه که دارای معادن خیلی زیاد آهن وجود داره. اینا صنایع استراتژیک هستند. اگر حکومت در این قسمت تمرکز بکنه و سکتور خصوصی را حمایت بکنه که اینا بیشتر سرمایه گذاری بکنن، بیشتر تولید بکنن و بیشتر سطح تولید خود افزایش بدن تا مازداد تولید خود ما بتونیم به بیرون از کشور صادر بکنیم، این میتونه ما رو کمک بکنه در قسمت تقویت و یا بلند بردن ارزش پول ملی افغانستان افغانی. هر از گاهی که کمک‌های خارجی هم قطع شوه و یا ما را دیگر دنیا کمک نکنه، باز هم ما بریم به استفاده از تولیدات داخلی و تولیدات داخلی را حمایت بکنیم و زمینه صادرات برای بیشتر بکنیم. این صادرات خودش خلق ارز میکنه، یعنی به ما پول میاره. زمانی که ما ارز خارجی داشته باشیم و ذخایر ارزی ما تقویت شه، بدون شک پول ملی ما میتونه ارزش خود حفظ بکنه و باثبات باشه. درست. حالا شما در آغاز پایتون گفتین که قبلا از قاچاق داغمه، آهنات داغمه نگرانی ها وجود داشت. حالا همین نگرانی وجود داره از دیدگاه شما؟ یعنی قبلا این نگرانی ها بیشتر بود که آهنات داغمه و پاکستان قاچاق میشه، همچنان آهنان کهنه میرفت طرف پاکستان و یک مشکل بود. حالا این مشکل است؟ خب ببینین، در جمهوریت 80% مواد خام به بیرون از کشور قاچاق میشد، اما خوشبختانه امروز در امارات اسلامی افغانستان 90% جلو قاچاق گرفته شده و در شما هیچ کشور سراغ ندارین که در 100% قاچاق جلوگیریش صورت بگیره. اما باز هم تقاضای ما از امارات اسلامی افغانستان است که جدی توجه در گمرکات داشته باشند، نگذارن کالای قاچاقی وارد مملکت شود که به شدت میتونه صنایع داخلی افغانستان تضعیف بکنه، این به شدت میتونه که افغانستان بیشتر از پیش وابسته بکنه و یکی از استراتژی کلان کشورهای همسایه هم است که
در پل سیاست‌های دمپینگ تلاش میکنند که کالاها را به شکل قاچاقی وارد بازارهای افغانستان بکنند تا تولیدات داخل شما نتوان در مقابل از رقابت بکنه. یکی از اهداف اساسی و استراتژیک کشور همسایه شما همی است که صنایع نوپای افغانستان را تضعیف بکنه. حالا تقاضای ما از امارات اسلامی افغانستانی است که جدی توجه در گمرکات داشته باشه و نگذارن که قاچاق صورت بگیره. خصوصا بعضی گمرکات ما که مثلا فرا یا بعضی کشورهای بعضی گمرکات دیگه ما که متاسفانه هنوز هم یک مقدار مشکلات وجود داره، در این قسمت توجه جدی صورت بگیره و نگذارن که قاچاق داخل کشور شود و از طرف دیگه تلاش صورت بگیره که تمام امکاناتی که در اختیار حکومت داره او را در خدمت صنایع در خدمت سکتور خصوصی بگذارن، چون سکتور خصوصی من حیث پارتنر و یا شریک استراتژیک حکومت داره عمل میکنه. حکومت به تنهاییش نمیتونه تمام معضلات اقتصادی را حل بکنه و این سکتور خصوصی است که شانه به شانه حکومت پیش میره و هر قدر حکومت صنایع سکتور خصوصی را حمایت بکنه به اون پیمانه میتونه که فشار بالای حکومت سو کاسته شود. چقدر حمایت شده حالا؟ خب در طی 3 سال گذشته با اتخاذ سیاست‌های اقتصاد محوری امارات اسلامی افغانستان سبب ازی شد که امروز افغانستان در 144 نوع کالا به خودکفایی برسه و امروز صنایع فولاد افغانستان یکی از صنایع استراتژیک محسوب شود و تمام کشورهای همسایه تقاضایی را داشته باشه که سیخ گل، گادر، انگلارن از افغانستان وارد بکنه. در رابطه چالش‌هایتان بر ما بگویید که شما هم گفتین قبلا که 42 فابریکه وجود داره، فابریکه ذوب آهن، چه چالش‌های فرارای فابریکه وجود داره عزیز شما؟ حالا یکی از چالش‌های کلان که متأسفانه او مزل ملی ماست او انرژی است. هنوز هم افغانستان متکی به واردات انرژی از بیرون کشور است و ما برق کافی در اختیار نداریم. ما تنها داریم از 3 شفت یک شفت کار میکنیم، در حالی که تمام کشورهای دنیا را اگه شما یک بار تحقیق بکنیم، زمانی که اونا انرژی وارد میکنن، انرژی به صنایع خود وارد میکنن، نه به خاطر مردم. اونا انرژی را به کارخانه‌های تولیدی خود وارد میکنن تا کارخانه‌های تولیدی بتونن تولید بکنن، تا نیازمندی مارکت حل بکنن، از واردات جلوگیری شود و چیزی که برشون بسیار مهم است مسئله اشتغال زایی است که زمین کار ایجاد شود. حالا ما 20000 نفر عملا امروز ما در این فابریکات کار میکنه در یک شفت. اگه ما 3 شفت برق داشته باشیم این میشه به 120000 نفر و اگر دو شفت شب میشه به 40000 نفر. به این شکل تمام کارخانجات شما به این شکل فکر بکنید که در کل افغانستان بیشتر از 6 لک انسان و یا جوان در این فابریکات مصروف کار هستند در یک شفت. اگر اینا 2 شفت شود چقدر میشه و اینا اگر 3 شفت شود چقدر میشه و چقدر میتونه جلو واردات بگیره. بنان چالش کلان و اساسی ما متاسفانه که مشکل برق است. با وجود از اینکه ریاست محترم برشنا تمام کوشش خود میکنه که به انرژی را به صنایع تامین بکنه، اما این بسنده نیست. حکومت مسئولیت داره تا جذب سرمایه گذاری های بیرونی و یا داخلی را داشته باشه و از منابع داخلی خود ما انرژی تولید بکنه تا هم اختیار برق در اختیار خود ما باشه و تا چه زمان ما متکی به واردات از بیرون از کشور باشیم. از کشورهایی که انرژی وارد میکنن باز هم تکرار میکنم صرف به خاطر صنایع خود وارد میکنن، نه به خاطر تامین نیازمندی های عامه. اونا به خاطر که صنایعشون روی پای خود استاد باشن انرژی را وارد میکنن. حالا ما نیاز داریم که هم وارد بکنیم در کوتاه مدت تا مشکلات مردم و صنایع حل شود، اما در دراز مدت بدون شک تا زمانی که ما از منابع داخلی خود ما در حالی که هم میتونیم از منابع شمسی تولید بکنیم، از منابع آبی و هم میتونیم از زغال سنگ و هم میتونیم از منابع بادی انرژی تولید بکنیم. نیاز است که یک حرکت ملی در این قسمت صورت بگیره، قسمی که در کشورهای دیگه صورت گرفته که هم مردم، هم سکتور خصوصی، هم حکومت دست به دست هم بتن و هم آبهای خود مدیریت بکنن و هم انرژی از منابع مختلف تولید بکنن. تشکر. حالا یک موضوع دیگه مطرح میشه، میخوایم به عنوان آخرین پرسش مطرح بکنم و به عنوان جنبندی برای جذب سرمایه گذاری در این بخش با نهادهای خارجی هم صحبت کردین، بحث داشتین؟ خب الحمدلله که سکتور خصوصی افغانستان توانایی را داره که در این بخش سرمایه گذاری های انگفت را انجام بده که امروز تا این دمه که ما آمدیم همش خود مردم افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان سرمایه گذاری کردن. حتی ما توانایی را داریم که یکی از معادن و یا چندین معادن خود ما استخراج بکنیم و خود ما سرمایه گذاری بکنیم. فقط نیاز است که ما را حکومت قسم سابق حمایت بکنه. اما در بخش تکنولوژی و ماشینری بدون شک ما با همکارای خارجی خود در ارتباط هستیم و از این بابت هیچ ما مشکل نداریم. نیاز است که یکی از معادن حکومت افغانستان در اختیار ما بده و با همکاری‌های خود. تشکر حضورتان عبدالنصیر دشتیار، رئیس اجرایی اتحادیه ذوب آهن. قربانتون.